سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید. شاید شنیده باشید که یکی از سیاستمداران شناخته در تاجیکستان گفت در انتخابات پرزیدنتی در روز 11 اکتبر شرکت نمی‌کند. رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد از بس که همه کارهای انتخابات را مقامات حکومتی انجام می‌دهند، شرکت در این کارزار سیاسی برای حزب آنها منطق ندارد. ما اگر رفته اشتراک کنیم اشتراک نکنیم آدم ها رفته زید آواز تیندم این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. بحث درباره گفته‌های رحمت الله ظاهرов هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم وبسایت ما ادامه دارد و حالا می‌بینیم که مردم چی میگویند. از شرح کاربر با نام شیخ آغاز میکنیم که در صفحه ما در فیسبوک گذاشته است. درست است، همه میدانند کی پرزیدنت می شود. این گونه خراجات زیاد به کی در کار است. این پولها را برای بیماری کووید 19 برای آدمان کم بیزاد خیر میکردند، پیش روی بیماری را میگرفتند. خوبتر بود پرزیدنت را به انتخابات باز 7 سال دیگر تعیین میکردند. کاربری با نام سلیمان در وبسایت رادیو آزادی نوشته است بایکات انتخابات یا دست کشیدن رحمت الله ظاهرov از شرکت در این کارزار به فایده حکومت است، چون نشان می‌دهد که در تاجیکستان دیگر اندیشی سیاسی هست. سلیمان چنین نوشته است: تحریم انتخابات از یک طرف دیگر به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان فایده دارد. غربی ها میگویند حزب سوسیال دموکرات آن را بایکات کرد و این یک علامت دموکراسی در تاجیکستان بوده میتواند، هرچند خود انتخابات طرح ریزی شده علامت خودکامگی و فریب دادن مردم و جامعه تاجیکستان است. کاربر دیگری که خود را میرسید ستاریان معرفی کرده است در صفحه ما در فیسبوک گفته است رحمت الله ظاهرov باید در انتخابات شرکت کند، چون دست کشیدن از آن یا تحریم به نفع او نیست. شرح کوتاه را میخوانیم. ظاهرov در مقایسه با دیگر همتایانش فعالتر است و باید در این کارزار سیاسی باقی ماند. و این اندیشه نه همه موافق بودند و از جمله کاربر با نام سیاستشناس که در وبسایت رادیو آزادی نوشته است: آنچه که رحمت الله ظاهرov گفته است منطقی ساده دارد، یعنی چرا حزب سوسیال دموکرات وقتی خود را تلف کند مثل آن است که میدانید همین تخمی کارتوشکا را کشت کنید، بعد از 2 ماه هیچ چیزی نمیگیرید، حاصلش آبیله دست، میان درد، ضایع کردن پول و دیگر است. محمد محمدov هم در فیسبوک نوشته است که خوب کرد که رحمت الله ظاهرov نامزدیش را در انتخابات نماند، چون همه میداند امام علی رحمان پرزیدنت می شود. در واقع حزب خلقی دموکراتی روز 3 سپتامبر اعلام کرد که نامزدی رئیس جمهور رحمان را برای شرکت در انتخابات آینده پیشبری می کند. برای یک بانوی تاجیک که ظاهرا در روسیه مهاجر است مهم نیست که رهبر آینده تاجیکستان کی می شود. او می خواهد هر کسی که رئیس جمهور باشد آنها را از مشکلات و سرگردانی کار در روسیه خلاص کند. شرح این کاربر را می خوانیم که خود را مولوده معرفی کرده است. همین یک پرزیدنت شود که ما مهاجران از پتنت کار در روسیه خلاص شویم، از سپردن پول پتنت بیزار شدیم. شما چه می‌خواهید؟ چه شخصی سزاوار رئیس جمهور شدن در تاجیکستان است؟ نویسید یا در ویدیو بگویید و به ما بفرستید به همین شماره که پیش چشمتان هست. واتساپ، وایبر و تلگرام و ایما دارد. خبر و گزارش اگر می‌خواهید پس مرحمت به وبسایت ما. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.